با سلام، من حسین هستم. 20 سال هستش که تو کار برقکاری فعالیت دارم. از مدت‌ها پیش تو فکر این بودم که چطوری میتونم این تجربیاتمو با کسایی که دوست دارن تو این شغل فعالیت داشته باشن به اشتراک بگذارم، تا اینکه ایده ساخت کانال یوتیوب به ذهنم رسید و حالا خوشحالم که میتونم به هدف خودم برسم. یه سوالی که ممکنه برای خیلی از شما پیش بیاد اینه که این همه کانال تو یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی هست، چرا باید این کانال رو دنبال بکنید؟ جوابش این هستش که من سعی کردم 0 تا 100 برقکاری رو بدون هیچ گونه چش داشتی با شما به اشتراک بگذارم. حالا این ویدیو به درد چه کسایی میخوره؟ به درد اون دسته از عزیزانی که تو مقطع دبیرستان دارن رشته برق میخونن، به اونایی که تازه وارد این شغل شدن و تجربیات کمی دارن، به درد اون دسته از افراد میخوره. ما امروز سفر هیجان انگیزی رو شروع میکنیم که در آن یاد میگیریم چطور در مدت کوتاهی به یک برقکار حرفه‌ای تبدیل بشیم. اگر همیشه به برقکاری علاقه داشتید یا دوست داشتید مهارت‌های جدیدی رو یاد بگیرید، اینجا جای شماست. ما در این کانال به شما آموزش میدیم که چطور از صفر شروع کنید، ابزار و تجهیزات لازم رو بشناسید و با تکنیک‌های حرفه‌ای آشنا بشید. هر ویدیو به شما کمک میکنه که قدم به قدم به هدفهاتون نزدیکتر بشین. پس کمربندهاتون رو ببندید و آماده باشید برای یک سفر آموزشی فوق‌العاده. بیایید با هم دنیای برقکاری رو با هم کشف کنیم. یه سری از ابزارهای اولیه برقکاری رو به شما معرفی میکنم که نیازهای اولیه هست. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی ابزار، ازتون خواهش میکنم کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید و لایک و کامنت یادتون نره. اولین ابزار که یکی از ابزارهای خیلی مهم توی برقکاری هست، سیمچین هست. سیمچین برای بریدن سیم و برای اونایی که تجربیات بیشتری دارن لخت کردن استفاده میشه. سیمچین یه ابزاری هست که به قولی اگه اینو از برقکار بگیری، برقکار دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اینجا 2 نوع سیمچین داریم. سیمچین کلاغی که برای بریدن سیم‌های با سطح مقطع بالا به درد میخوره و یه سیمچین معمولی داریم که برای بریدن سیم‌های 1.5 و سیم‌های معمولی 2.5 استفاده میشه. ابزار بعدی فازمت هست که یکی از نیازهای اساسی یه برقکار هست. وسیله بعدی کابل لخت هست. کابل لخت یک وسیله برای لخت کردن کابل که استفاده اینا و طرز کارشون رو انشالله بهتون آموزش میدم. ابزار بعدی سیم لخت هست که برای لخت کردن سیم استفاده میشه. انبردست هست. کابل بر هست که برای بریدن کابل هایی با سطح مقطع بالا استفاده میشه. کاتر هست. متر هست. اره هست.
که برای بریدن بیشتر لوله پولیک ها استفاده میشه و پرس سرسیم هست. اینجا یه نوع پرس اتوماتیک سرسیم هستش که بیشتر تو ساختمونایی که مهندسی ساز هست باید سیما رو ما سرسیم بزنیم. این هم یه نوع، چند نوع سرسیم هستش که برای این کار استفاده میشه. ابزار بعدی باز همین پرس سرسیم هستش که این نوع دستی هستش و این نوع اتوماتیکش هستش. خب عزیزان، خیلی ممنونم تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. انشالله در جلسات بعدی ما سعی میکنیم ابزارهای برقی رو معرفی کنیم خدمتون و چند جلسه دیگه انشالله بریم به سمت و سوی کارهای عملی. خیلی ممنون از توجهتون به این کار. خدا نگهدار.